دیوانی سبز یادها. دیوانی سبز یادها. بس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبز یادها. غافل مشو ز عمر که چون کشته در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود. در این روزهای پرفرح بهاری باز هم درود میگوییم به شما شنونده های عزیز، مخلصان و مشتاقان برنامه های رادیوی فرهنگ. این بار با اخلاص و محبت سرشار در برنامه دیوان سبزیات‌ها یاد می‌آوریم از یک تن چهره تابناک سماع صنعت و هنر تئاتری، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، کارگردان ورزیده و نامدار شوکت خلیلزاده. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر یک نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته بجاست. خرم آن نغمه که مردم بسپارند پیام. یک خواهش درخواست بود که بیشتر به اثرهای ملی خود، تاریخ ملی خود، بیشتر قهرمان‌های ملی خود که یک چیز بسنه آفریده شود که امروز که به طلبات امروزه تماشابی و امروز جهت‌های میهن پروری، میهن شناسی، حس ملی، یعنی که انما ارزش‌هایی که بلند انسانی که مناسبت والدین به فرزند یا که مناسبت فرزند و به کلان سالان و پدر و مادر، یعنی که خود معنای من همون محبت یعنی که عشق چی است، معنای آن چی است، ماهیت این مفهوم ها در همون اثرهای خود انعکاس کنند. هنگامی که فکر و اندیشه ها که زیاد بود و خوشبختانه هنگامی که در تئاتر اکادمی اپرا و بالت به من پیشکش کردن این اثر تهیه شده بود، یعنی که تهیه به کدام معنا لیبرت آماده شده بود. از طرفی گویم که یکی از بسته‌کاران جوان ما امیربگ موسی البته این اپرا تیار بود هنگامی که ما رو دعوت کردن و حتی آرایش صحنه هم از طرف یکی از رسامان خلقی ما لفظ نظر بود آماده بود دیگه، اما ولی کار آن سرکردگی نرود. این در گویم که شورای بدیعی چی وزارت فرهنگ چی شورای بدیعی تئاتر قبول کرده بودن در رپرتوار بود و این اثر روی صحنه آوردن که مرا دعوت کردن که همچون ریشو تهیه‌گر این کارو سر کنیم.
واقعا هم به صحیفه های تاریخ و راه دور و درازی صنعت تئاتری نظر افکنیم، باز هم سیمای یک زمره هنرپیشه های سرسپرده ساحه پیش نظر ما پدیدار می گردد که در پیشبرد ساحه مذکور نقش ستودنی گذاشتند. استاد صحنه هنر، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شوکت خلیلزاده از زمره آنهاست که با اثر بیماری صحنه آرزوها و عالم و آدم را ترک کردند، اما ابد زنده‌اند. یک عالم کارهای انجام داده و نمایشنامه‌های به صحنه گذاشته‌شان نام و یاد آنها را گرامی و زنده نگاه می‌دارند. با تقویت این گفته‌ها یک پاره از اپرای خسرو و شیرین آهنگساز امیربک موسویف از روی لیبرتوی استاد گلنظر کلدی و از روی داستان همنام نظامی گنجوی را به سمع شما می‌رسانیم که در تهیه آن شوکت خلیلزاده زحمت زیادی کشیده خیلی عاشقانه و استادانه نمایش را بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی روی صحنه آوردند. دریغ کی می‌دانست که این آخرین کار ایجادی این کارگردانی ورزیده و شناخته می‌گردد. با افتخار می‌توان یاد آورد که تولید اپرای خسرو و شیرین آن شب روزها رویدادی نوی در فضای فرهنگی مملکت و دستاویز ارزنده به جشن باشکوه استقلال دولتی گردیده بود. کن با این جانی جوانم که غیر عاشقی جرمم ندانم. بشکو ای فرید از منظر من که لایق نیستی بر خنجری من. خدا کورت کند با انگلی کرد بسوزی تا ابد در آتشی کرد. خدا کورت کند با انگلی کرد بسوزی تا ابد در آتشی کرد. خلف چون ناخلف افتاد چنین است ز دست ناخلف دنیا خمین است. نگردد ای خدا هر زاده فرزند نه هر گونه میوه آرد هر نی کند. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما پاره را از اپرای خسرو و شیرین کارگردان زنده یاد شوکت خلیلزاده را شنیدید که در این روزی پرنشاط زندگی با اخلاص و صمیمیت خاصه که در تکیه با محبت نامه‌های همکسبانشان ما با دل ریش از او یاد می‌آوریم. وقتی که یک انسان پهلوی ما هست، خاصتاً اگر ایجادکاری باشد، کم کسان به او اعتبار می دهیم. گاه کارهای انجام داده آنها در پشت خاطره های تاریخ ناعیان می ماند.
وقتی که این گونه چهره ها شخصیت های انسان دوست، زیبایی آفر، زحمت پسند، پرهنر و باخیرت و مدنی ترک عالم میکنند، بعداً افسوس میخوریم از دریای بی بازگشت عمر انسان. عالمیز یا عالم مدیر قسم ادبی تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی با همین مضمون دفتر یادنامه‌های خویش را باز نموده گفتند: شخصیت شوکت خلیلوف برای من خیلی عزیز، زیرا سالهای زیاد ما همکار بودیم، دوست بودیم، برادر بودیم. من بدون گریه درباره شوکت گپ زدن نمیتونم. من 8 ماه باز وای بومون نیست، که روزی نیست که ما او را یاد نکنیم. یک انسانی که سراسر هنر است. در کدام دلخواه موضوع گپ زنید و گپ یافته کار یافته میکند. اگر گویید که حاضر درباره فلان مسئله نمایش تهیه کردن لازم باشد، در حدود 2 یا 5 دقیقه الکی کانسپت همون نمایش میگوید و فقط میگفت که برای من متن آماده کنید، زیرا که تنقیصی میکشید از متن. خوشبختی یک شخصی که اینقدر نمایش های زیاده روی صحنه آورده است، کنسرت های زیاده رو تهیه کرده است، منظور نموده است، نمایش های عمومی زیاده رو راه اندازی کرده است، کس حیران میموند که یک انسان میتواند همین قدر کار انجام دهد. وقتی که وای در زندگی هست ما اهمیت نمیتیم، به قدر کارش نمیرسیم. وقتی که وای از دنیا میرود و صحیفه های زندگی و روگردان میکنیم، سیمای وای برای ما گشوده میشود. همین خیلی حالت رخ داد با من هنگامی که سالهای آخر شوکت میگفت که زندگی نامه من تو می نویسی، تاریخ من تو می نویسی. من همینجا در جزدانم یک عالم موادها جمع کردگی، همه اینا من تو میتیم، لیکن من سهلنگاری کردم شاید، یا وای برای من مشخص نکرد، من مجبور نکرد که همین موادهای گیرم و آموزم. بعد رفتنش من این موادهای از خاندانش گرفتم، حاضر ورق گردان میکنم و راستی گپ در حیرت میمونم که اینقدر کار کرده است که خیلی کارهای شایسته انجام داده است و افسوس که نه همه کارهای کرده وی باز تحلیل شده است، تحقیق شده است. و من روزگار هنرمندای تاجیک با تحقیق خیلی کلان نیاز دارد، ولی افسوس ما نه در زندگی نه پس از مرگ نه در زمانی که این یا آن جشنواره انسان‌های نجیبه که برای ما آثار گرانمایه گذاشتن، آنها را تحقیق موشکافانه، تحقیق همه جانبه کرده باشیم. قسم زیادی موادهایی که چاپ میشن تکرار یکدیگر هستند، بسیار سخنهای آبشسته دارند، ولی ما نتوانستیم در دوام زیاده از 70-80 سال محققان را تربیت کنیم که با عمق مسائل فرهنگی برسند و آنها را خیلی مشکافانه، خیلی دقیق و از نظر علمی تحقیق کرده و به مردم رسانده توانند. چند کار عالی جنابی که استاد نورجانوف کردن نسبت دیگرها، اون قدری که اون کس توانستن کردن، سیماهای زیادی رو روی اوراق آوردن، چهره ها رو برای ما رونمایی کردن، ولی قسم زیادی هنرمندان ماندن در پس پرده، در پس خاطرات فراموشی که آثار آنها تا امروز برای ما مشخص نیست. من هم فقط میتوانم با فکت ها رو بیارم که انا این کار کرده است، انا این کار کرده است، انا این محقق درباره اسپکتاکلش این خیلی بها داده است، اون خیلی بها داده است. لیکن باید ما در برابر اون که روزنامه نگاران ما، محققان ما نسبت این یا اون شخصیت وقتی که یگان مقاله علمی یا عمومی می نویسند، باید با فکت و رقم ها تکیه کنند، باید با عمق اندیشه ها و مقصد های تهیه‌گران برسند که او با این تهیه چی میخواست. مقصد تهیه‌گر، مقصد مؤلفان، مقصدی اونهایی که این نقش ها رو اجرا کردن تا حال عیان نمیماند و این چیز باعث نگرانی است. البته به تهیه‌گری تجربه‌دار و کسبی کار ایجادی تئاترها پیش نمی رود.
تنها کارگردانی حرفه‌ای و عاشق پیشه میتواند اثر دراماتورگ را در صحنه جان نو ببخشد. با کوشش و زحمت او و هنرمندان صحنه به گردش میآید و غذای معنوی بهر مشتاقان عالم عشق و هنر و زیبایی تولید و آماده میگردد. رژیسور نامدار شوکت خلیلزاده از زمره همین گونه سرسپردگانی بودند که با صدق و صفا کار و ایجاد میکردند، چون که در حقیقت کسب پیش نموده خود را خیلی دوست می‌داشتند و چون ماهی در آب سالیان زیاد در بحر هنر شناوری داشتند و از متلاششان در جاده با ثبات و چشمگیر و نظررس بود. در قدم‌های اول شوکت خلیلزاده بعد ختم مکتب میانه حجت‌هایش را به دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده می‌سپارد. بعد ختم این دانشکده برای مکمل نمودن دانش کسبی خود به دانشکده دولتی تئاتر، موسیقی و کینماتوگرافی شهر سنت پتربورگ داخل شده. آن را نیز سال 1985 با اختصاص اکتیوری دراما و کینو و رژیسوری دراماوی با موفقیت ختم نموده کار را در تئاتر اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی آغاز می‌کنند. شوکت خلیلزاده همچون اکتیور بعداً همچون کارگردان لیاقتمند و کسبی در هر تئاتری که فعالیت نمودند کوشیدند که برای خود از این مکان یا خود بارگاه خرد و معرفت در برابر گستردن خوان پرغناوت معنوی یک چیزی برای خود آموزند و کلبار ایجادی خیش را پیله به پیله غنی گردانند. اینجا چه خوش است که لحظه لب فرو بندیم و گوش به صدای او دهیم. از موادهای خزینوی محرر برنامه میشنویم آوای شوکت خلیلزاده را، آنی را که قلبش پیوند تئاتر بود و محبتش به صنعت زنجیر ناگسستنی داشت. با هر یک گروه ایجادی که کار کردیم این به من یک مکتب بود. من مثال عادی پیش از اون که کار دیپلم می‌موندن کاری اسیستنتی بود. هنگامی که شادروان خوشنظر مایبالی استاد من امکانیت دادن که من به همون یک صحنه عمومی با امضای لنین یک پیس اتوبایف می‌موندم به من دادن که من تیار کنم. سر کردیم کار چنان و شد که آخر آدم بمیاد بسیار داد. همیشه هنرمند دست و پای گم کردم نمیدونم چی خیل کنم. کار اولین از ترس شرم گریخته رفتم. توفیق که دیگه عمر کار نمیکنم و رژیسور نمیشم نمیتونم. دیگه بهر رو باز پدر دعوت کردم و که نرفت فهموندن خیلی باز یاردم دادم خودی خوش نظر میباش. آیسته آیسته یاد گرفتم کار دیپلمی هم مونده اینجا ما. یا اینکه در شهر خارو با یک مزحکه موسیقی خدمتگار دو خواجه موندم که کمپوزیتور قدرت لویایی بودم. بنیاد کاری عجیب بود اینجا به همراه همین هم جوانان البته بنیاد که مستفیدونم همراه شامل شدن کار کردن. من در هر یک تئاتری که کار کردم این یک سبزیدنی من همچون رژیسور بود و همه اینا در هر یک تئاتر خاطره شیرین است و هیچ فراموش کردن نمیشود. یا که در خودی خوجان من موقتا سر کارگردان بودم و از روی اثری دو طرف به مناجات رو موندم که در یکی از همون فستیوال های من پرستو قریب 6 نامیناسیون گرفت که با هنرمندای اونجا کار کردم. اینم یک مکتب بود طرز کار کردن، یعنی که هر یک تئاتر که اسپسیفیک خاصی خودش را دارد. یا که در کرون تپه اون کار کردیم ما بیشتر نمایش‌های موسیقی مثلا که بیشتر می‌موندم چون که با طرز همون موسیقی کار کردم. یا که هنگامی که در اپرا اولین اپرت تاجیک با همراهی شادروان دمیر و وایدوش دوست محمدوف و نیازمندوف موندم. این یک مکتب بود. اینا باریز بیلدر دعوت کردن منو همراهی دمیر وایدوش دوست محمدوف ما اپرت دو گونه رو موندیم. هنگامی که کار کردن روی همون کلاویر و پارتیتور همون اثر موسیقی یک مکتب بود من با که ماشینا شدم با اپرا با طرز کار کردن و اون من نمیدونستم خیلی با سالیست ها و کاریست ها کار کردن. اینم در دراما یا پیسه میخونیم و تحلیل میکنیم و چیتکه میکنیم و بعد مشق میگذارونیم چیز میگن. اونجا برعکس اول وای خودشون تیار میشن درس میگیرن درسی سرود. اگر که ببینید که من موسیقی را فهمیدم سر کردم چی نشسته سپیف که گذارون بعد با ارکستر و من این کاری کردم. این نبینید یک مکتب بود برای من. حتی من در سیرکم کار کردم سیرکی تاجیک استودیا تشکیل کرده بودم. اینم عجایب بود هنگامی که در اساس هر یک نمرهای اوریجینالی چیزهای ساختن یک نمایشنامه همچون اسپکتاکل حتی کنسرت های از هنرمندان یا ستاره های همون چیزهای ما یک برنامه بسیار عجایب کرده بودیم در سیرک که یک نمایشنامه با من یک اسپکتاکل بود. اون من
من از تئاتر لختک چه خاطره ها در یادت؟ تئاتر لختک با همراهی ظفر جوادزاده تخیلات جنگ و صلح رو بیان کردم. هم خودم هم چون اکتور بازی کردم مونده. اینکه این در فستیوال در لاهور همون تئاتر لختک ما توانستیم برآمد کردیم و اونجا فستیوال به چنان این معقول شد که نمایشنامه ما هر یک تئاتر که از کدام دولت یک روز می اومدن می رفتن ما تا آخر فستیوال موندیم اونجا. چند بار نشان دادیم. اینجا من با یک اسپسیفیک خودی همون لختک با مجبور میشدن گفتم که من با دادن که یک نمایش موندم گفته و که خودی همین من برای خودی من بسیار عجیب بود که خیل کرده همون نمایش برای کودکان موندن با زاچه‌ها یا که میگن پارکت نه لختکو یا لختکایی که با دست و انگشت بازی میکنه. این همیشه برای آموختن من بود که همون اسپسیفیک خودی همین رژیسور که اون در کتاب خواندن و در که همون دانشگاه خواندن من حالا که در عمل اینا چخیل دیدن استفاده بردن اینم یک بمانند یک مکتب بود که در خود همون تئاتر لختک هم کار کردن که با هنرمندان لختک چخیل رفت و کار کردن و چخیل نمایش پیدا میشه یا که در تئاترهای درامایی یا تئاترهای موسیقی مسکر یا که در اپرا یا که در سیرک نبینید که آیستا کار کرده با اینها شنا شده همون چیزی باگاژ ایجادی خود رو زیادتر کرده کلبر ایجادی خود رو گرانبارتر کرده. برای همون من لگان هیچ افسوسم نمیام اگر که با اکبر دیگر میشد با از نفع همی کنان سر میکرد با همی خمه کردن. رفتی از ما یک سحر یادت بخیر خودتای نوبسته خود بگذاشتی خودته هامان در کمر یادت بخیر از ره امید پیوندان خود رفتی مثل رهگذر یادت بخیر او زنده است و خاطری دیدار آرزو او زنده است و خاطری یار خیالیش او زنده است به خاطری آن عشق سرمده کارت پیام دل فریب از بی زبانیش یادت بخیر استادی بیرون. شوکت خلیلزاده کی بود؟ یک انسانی وارسته، اکتیوری پرتلاش، کارگردانی سرمحصول، دوستدار و دلسوز صنعت تئاتری. عمری در سر خیال عشق طی میزد جاده‌های هموار و گاه‌ناهمواری عالم صنعت، زیبایی و عشق و هنر را. از صداقتمندیش عیان بود که امروز و دیروز و فرداهای ساحه برایشان بی ربط نبود. از این رو گام می نهادن با استوار و با وقار و گوهربار. می خواستند دنیا پر از گلوله باران عشق باشد. بجز عشق، محبت، معرفت و خیرت و زیبایی چیزی به قلب پر احتراسشان راه نمی یافت. هر اثری را که صحنوی کردن می‌خواستند از همین زاویه کار می‌گرفتند. روزنه را با نام بی‌انجام عشق برای علاقه‌مندان صنعت تئاتری بازگشودن می‌خواستند. قلب شوکت خلیلزاده مالامال عشق نسبت به کسب و هنرش بود. آخر او دیگرگونه بوده نمی‌توانست، چون که پیوندی به صنعت برایش ازلی بود و ریشه در ژرفنای جانش داشت. استاد اولینش پدرش هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان خلیلوف در محیط عائله از نوزادی تخم محبت ادبیات و فرهنگ را در نهادش گذاشته بود. از این رو در عالم بی‌پهنای صنعت و هنر بال پروازش آزاد و بلند و نظرربا بود و کامیابی و موفقیت ها مدام به سراغش می آمدند. اینجا میشنویم محبتنامه هنرپیشه خلقی تاجیکستان ارتیق قادر را. خاندان خلیلوف ها خاندان هنری اصیل، هنری بلند، هنری والای کسبی ملی ماست و سرآمد خاندان استاد محمد جان خلیلوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان بودند و همه فرزندان، پیوندان، نبیره‌ها، عبیره‌ها همه پیگیری راه پدر و در این جاده و دستاوردهای بسیار بزرگی مشرف گشتند، کامیاب گشتند
از جمله دوست من، هم سبق من شوکت خلیلوف که من از اولین سال تأسیس یابی دانشکده صنعت ما اولین داوطلبان بودیم و آستانه دانشکده صنعت به نام استاد میرزا تانوکزاده قدم گذاشتیم و از همان قدم‌های نخستین من شوکت را همچون یک جوان سراپا عشق، محبت، سپردگی برای هنر با اینقدر حرارت، اینقدر آتش، اینقدر جذبه و برای ایجاز شناختم. و ما امروز در صحنه یکی از شاهکاری‌های شوکت را شاهد شدیم. این شاهکاری هم از روی اثر جاویدانه نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ما، خسرو و شیرین. تمام آثار نظامی و همه گذشتگان ادبیات ما را اگر با یک کلمه خواهیم افاده کنیم و مسلم است که این جهان و این کیهان، همه این موجودات و وسیله عشق پایدارند. خلیلای خلیلی میگوید که بر خرمن کائنات کردن نگاه، یک دانه محبت است که همه کار. انا با همین محبت، با همین شوق و صداقت و هنر شوکت همیشه در تلاش بود. ولی صد افسوس که بسیار آرمان‌های شیرین و به سامان نرسیده را با خود به سینه خاک برد. و امروز چون یاد شوکت میکنیم، این سطرهای جاویدانه خیام بزرگ به اختیار بیان میاد که ای چرخ، همه خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. وی خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهری بی بها که در سینه توست. مخلصان هنر از روزگار و فعالیت ایجادی شوکت آگاهند. او هم در تئاتر لاهوتی، تئاتر جوانان، در تئاتر ولایتی شهر باختر سابق قران‌تپه، در تئاتر آوازادار اکادمی اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی اینقدر کارهای ماندگار را به انجام رساند و یک آرمان داشت که در شهر باستانی اجدادیش در شهر سمرقند نیز تئاتر تاجیکی، استودی تاجیکی را بنیاد سازد. تا اندازه بسیار کوشش هم کرد، تلاش کرد، تا اندازه موفق هم شد، ولی باز آرمان‌های او حالا در دلش بودند. همین نمایش خودش گواه است که چقدر فضیلت‌های کاردانی و با اصطلاح امروز بگویم یک تشکیلاتچگی بسیار بلندی داشت شوکت. ما وقتی که به لنینگراد رفته بودیم، در همانجا همان فضیلت‌های کاردانی و تشکیلاتچگی شوکت را ما در دایره همان همسبقانش من مشاهده کرده بودم که در بین همسبقانش یک شمع بسیار روشنی بود. و ببینید چقدر یک شاهکاری را از آثار گذشتگان ما برای ما تلقین میکنم که همیشه با عشق زندگی کنیم، همیشه با عشق جامعه را، دنیا را آباد سازیم. و عشق است جوهر اساسی حیات، هستی، دنیا، کائنات، تمام موجودات. این را بسیار زیبا و بسیار با هنری والا تهیه کرده است و روحش شاد باد که شاد بدی میگوید بشکفت بار دیگر لاله رنگین مرا، غنچه سرخ فروبسته دل باز شود. من نگویم که بهاری که گذشت آید باز، روزگاری که به سر آمده آغاز شود. نه، روزگار دیگر هست و بهاران دیگر. شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر، لیک هرگز نپسندید به خویش که چو یک شکلک بیجان شب و روز بیخبر از همه خندان باشید. بیخمی عیب بزرگی است که دور از ما با، کاش که آینه بود در آن بین که در آن خویش را می‌دیدیم، می‌شدیم آگاه از آن طینت پاکیزه نهاد که به ما زیستن آموزد و جاوید شدن
پیک پیروزی و امید شدن. شاد بودن هنر است، در بشادی تو دلهای دیگر گردد شاد. یاد شوکت، شاکاری‌های شوکت، کارهای ایجادی ماندگار شوکت در یاد ماست. من باوری دارم که هنرمندان تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی این شاهاثر را تا جاویدان از نسل به نسل گرامی می‌دارند، چون نظامی با شاه اثرهای بی‌زوال خود گنجینه بی‌بهای ادبیات ما باید همیشه این گونه شاهکاری‌ها روی صحنه باشند. باید همیشه تلقین کنند از اون اندرز و حکمت بزرگ نیاکانمان، همیشه ما را راهنمایی کنند. یاد شوکت عزیز گرامی باد، جاودانه باد. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد و عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خلیلزاده شوکت محمد 26 دکبر سال 1956 در شهر دوشنبه به دنیا آمد و 15 می سال 2023 در همین شهر زیبا چشم از عالم پوشید. اکتور و رژیسور تاجیک، عنوان ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان را سال 1990 و هنرمند خلقی تاجیکستان را سال 2020 صاحب گردید. همچنین علوچی مدنیت تاجیکستان سال 1986، علوچی مدنیت SSSR سال 1989 سزاوار گردیده است. تحصیل را در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده سال 1978 و دانشکده دولتی تئاتر، موسیقی و کینماتوگرافی سنت پترزبورگ را سال 1985 ختم کرده است. فعالیت مهنتی شوکت خلیلزاده در مؤسسه‌های گوناگون تئاتری و کنسرتی و تعلیمی از قبیل رژیسور تئاتری دولتی اکادمی درامایی تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی از سال‌های 1984 تا 85، سررژیسور تئاتر مسکه موسیقی شهر قرغان‌تپه سال‌های 1985 تا 89، استاد کافدرای مهارت اکتوری دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده از سال‌های 1989 تا 1990-96 و بعداً از سال‌های 1997 تا سال 1999 ادامه یافته است. بعداً به حیث کاتب ریاست اتفاق خادمان تئاتری تاجیکستان اوید به مسائل ایجادی از سال‌های 89 تا 1990 فعالیتش را ادامه بخشیده. همزمان شوکت خلیلزاده همچون رژیسور تئاتر مسکه موسیقی خوجند به نام کمال خوجندی از سال‌های 89 تا 90، همچنین سررژیسور تئاتر مسکه موسیقی سمرقند به نام علیم جان از سال 96 تا 97، رژیسور تئاتر دولتی لختک شهر دوشنبه از سال‌های 99 تا سال 2002، همچنین سررژیسور تئاتر دولتی جوانان به نام محمود واحدوف در سال‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. همچنین سرکارگردان از سال 2007 تا 2009 و راهبر بدیعی مؤسسه دولتی سفری و هنری بزمارو، کارگردان از سال 1996 تا 2011 و از سال 2019 تا سال 2022 سرکارگردان تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی. همچنین آموزگار کلان کافدرای فنهای جمعیتی دانشکده دولتی ورزش تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف در سالهای 2011 تا 2018 فعالیت کاری و ایجادیشان ثمرناک سپری گشته است. اینجا میشنویم ندای قلبی پروفسور آهنگساز سرعت خلیلوف، برادر بزرگ چهره موردی یادآوری ما. من برادر کلان شوکت خلیلزاده هستم. اگر زنده می بود با سن 6 سالگی می رسید. افسوس که وی جدا بر وقت از ما جدا شده رفت. شوکت چی هنری که داشت و جدا مرده که معلومات عالی که انستیتوت صنعت تمام کرد، رفته در سنت پترزبورگ در صنف تفسناگوف خواند همچون رژیسور و بعد از ختمش آمده کار کرده. بسیار نمایشنامه‌هایی که در تئاترهای
قرغان تپه، اولی بختر به نام عطا محمد جانов، در تئاتر لاهوتی، در تئاتر لختک، در تئاتر جوانان، در سمرقند، در خوجند و قریب 100 اثرها رو، اسپکتاکل رو به صحنه گذاشت. خودی در همین تئاتر سر رژیسور بود در آخرین وقت. تئاتر اکادمی اپرا و بالت سرین عینی بسیار اثرها موند. من بنیاد خرسند هستم که اوراوراتی تئاتر در روز تولدش اسپکتاکل نمایشنامه‌ای که اپری امیرملک موسی شرف و شیرین رو گذاشتن و جدا کسبش و کسب پدر ما گرفت و پدر ما محمد جان خلیلوف ارتیست خلقی جمهوری تاجیکستان بودن. برای همون دوام دهنده کار پدر مهربان ما است. افسوس که وای بر وقت جوان رفت. من موسیقی که من به 82 ساله من برادری کلان هستم وای 67 بگذشت. یادش گرامی باشد مکجان عزیز مایه و در نقش‌های بسیار داشت که در آینده با کار کند نمایش دهد و در همه مراسم‌هایی که جمهوری گذاشت و همچون راهبر بدیعی کار میکرد. برای همین یادش گرامی باشد مکجان عزیز مایه و رفتگی باشد باید در دل ما هیچ محل از ما گم نمی شود. همه نمایشنامه‌ای که ماندگی بود ولی دوام داشته است. همه نمایشنامه‌اش پریزیاری کنکورس‌ها بود و نه اون که اینجا و در سمرقند در قزاقستان ماندگی بود اسپکتاکل‌های. در دوران فعالیتش در مؤسسه‌هایی که قبلا ذکر نامشان رفت، خلیلزاده شوکت اثرهای زیادی گوناگون ژانر را با کسبیت بلند تهیه نموده است، به مثل نمایشنامه لیلةالقدر یوسف اکابیروف سال 84، اولیا و اوسی ورفلمیف در تئاتر لاهوتی، ماجرای آب فروش شیرالی و شمس قیاموف، توی بداماد جمعه قدوس، فریاد عشق غنی عبدالله، آستانه دودریف، باغبان و میر غضب ماشین، نورای ایبسین در تئاتر قرغان تپه، خدمتگار دو خواجه کارلو گالدونی در تئاتر خوروغ، مناجات دودریف در تئاتر کمال خوجندی، قصه عاشقان سلطان سفرов، بگاهی شنبه مربیجیف، با پیش خلاهای شادی صالح، گردبادی نورتبرف و شوکت خلیلزاده عبدالمومن شریفی سال 2014، پاداش غرور سال 2015 و سری و سودای شوکت خلیلزاده و زیاد توشیف سال 2016. نمایشنامه جوانی مهمان بختی سال 2017 در صحنه تئاتر دولتی جوانان به نام محمود واحدوف و اپراهای رودکی شراف‌الدین سیف‌الدینوف، قشلاق طلایی دمیردوست محمدوف، کمده و مدن زیادالله شهیدی، باران لولیانی شتاریوس در همکاری با استاد شمس نظاموف، جویندگان بینی دراز طالب شهیدی، بزک جنگلپای فتح آدینه، افسانه بیشه و خسرو و شیرین امیربک موسویف، اپرتاهای دوگانه‌های امیردوست محمدوف، маршин мололани ҳоҷибеков, найрангҳои майсараи юдаков дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, дар театри мусиқии драмавӣ ба номи Олимҷони шаҳри Самарқанд, Самарқанднома, Хонума, Чимилдиқ, Беҳбудӣ ном саҳнаҳо ва намоишномаҳоро таҳияву пешниҳоди дӯстдорони санъати театрӣ гардонидааст. Шавкат Халилзода бо театрҳои Қазоқистон низ ҳамкорӣ дошта, соли 2000 дар лоиҳаи байналмилалии маркази продюсери Кент ҳамчун коргардон дар таҳияи аввалин рок-опера ва балети таъқир саҳмгузор буда дар театри афсонаи мусиқии Аладдин ва Украшения драконро саҳнавӣ гардонидааст. оғози пайроҳаи ҳунарии Шавкат Халилзода чун ҳунарпеша ба театри давлатии академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ рост омада. мешунавем идомаи гуфтаҳои Олимӣ Зиё Олим, мудири қисми адабии театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айниро. شوکت فعالیت خود را همچون اکتور در تئاتر
به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی که اونجا پدرش محمد جان خلیل فعالیت داشتند و این درگاه برای شوکت یک درگاه مقدس بود، زیرا که قسم زیادی زمان دانشجویی، زمان نورسیش در اینجا بود، در فضای هنری این تئاتر بود و از اونجا آغاز میکند. ولی میبیند که تا به درجه رسیدن امکان خیلی محدود است، زیرا هنرمندان خیلی زیاد بودند و هنرمندان اون سالها نقشای خود خیلی دوست می داشتند و نمیگذاشتند که حتی پارتنرشون این نقش ها رو بازی کنند و در کدام حالتی نباشند خودشون به تئاتر می رساندند که در نزد تماشابین اون کس برآمد کنند. یک نقش به هر آفرنده، به هر بازیگر اجرای نقش و منظور نمودن اون به تماشابین میسر نمیگشت. شوکت در تینتش همین خصلتی داشت که وای باید همون کار را انجام دهد. وقتی که وای یک کار را به عهده میگرفت و باید انجام دهد، باید نوابسته از مشکلی ها، نوابسته از همه حدهایی که پیشش می آمدن و باید اون کار را انجام دهد. و از زمان دانشجویش در تینتی وای هنری رژیسوری، هنری کارگردانی، تهیه‌گری پیدا می شود و از زمان دانشجویش و چند اثرها را از دید خودش منظور می کند با همراهی همکارسانش، از جمله با آرتیق قادیروف و همین خیل رهسپار می شود به شهر سن پترزبورگ امروزه لنینگراد، داخل می شود به دانشکده دولتی صنعت تئاتر موسیقی و کینماتوگراف شهر لنینگراد سن پترزبورگ امروزه و خوشبختی شوکت در اون است که وی در کورسی توستانوگوف شامل می شود و 2 سال از توستانوگوف سبق می آموزد. سپس او را به خدمت حربی دعوت می کند. از خدمت حربی برمیگردد، در نزد سلیموف تحصیل خود دوام می دهد و برمیگردد به تاجیکستان، برمیگردد به تئاتر لاهوتی. در تئاتر لاهوتی با همراهی استاد خوشنظر میبلیف آماده میکند 2 سپکتاکل، همچون رژیسور دوم، همچون یاور کارگردان تهیه‌گر. سپکتاکل با امضای لنین عبدالسلام عطابایف و لیلة القدر یوسف اکابیروف. گرچنده که امکانیت‌ها در تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی اون ایام هم خوب بود، همچون رژیسوری دوم چند نمایش را همراهی کارگردان معروف دور خوشنظر میبلیف صحنوی می‌گردانند، اما برای شوکت جوانی پرشر و شور باز هم این فضا تنگی می‌کرد. از این رو برای عملی کردن آرزوهای رنگینشان پروازی می‌شوند رو جانب تئاتر دولتی ولایتی موسیقی مسکوی شهر قرغانتپه باختر امروزه. در آغوش این تئاتر نشأ و نما می‌یابند، یک نو می‌سبزند، کمال می‌یابند و درخت باغ هنرشان گلفشان می‌گردد. محض از همین مکان راه می‌یابند به جشنواره‌های هنری، به یگانه فستیوال تئاترهای کسبی پرستو و عقده از دل می‌کشایند با 100 رمز و رازها نزد تماشابینان و هر نوبت شادکامی یارشان می‌گردد. یادآور شدند در ادامه اولیمی زیاعالمی مدیر قسم ادبی تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی با همون هنرمندانی که اونجا علاقه فعالیت داشتند و قسمی از هنرمندانی که برای فعالیت در تئاتر شهر قرغانتپه راه خط گرفتگی بودند پس از ختم دانشکده، با آنها نمایش‌های خود را راه اندازی می‌کند. یکی از نمایش‌هایی که شوکت اونجا راه اندازی می‌کند این آستانه الکسی دودرف است. با این سپکتاکل شوکت در پرستو 88 دست بالا می شود و بهترین نقش مردانه صاحب اجرا کننده نقش بوسلای از این نمایش سعدالله نعیموف می گردد و چند نفر دیگر از بازیگران این نمایش نیز به جایزه های این فستیوال که اولین فستیوال تئاترهای کسبی تاجیکستان بود موفق می شوند. و سال دیگر شوکت دست میزند به فریاد عشق غنی عبدالله. با این نمایش هم در فستیوال پرستو به موفقیت برو می شود و فعالیت شوکت علاقه
آبروی نفوذ خود را پیدا میکند. در برابر این در تئاتر قرغون تپه باز دو سپکتاکل دیگر، باغبان و میری غضب ایوان ماشین، این نمایش برای نورسان، و ماجرای آبفروش شادان حنیف رو روی صحنه می آورد و با همین شوکت به مریضی دچار می شود. در همین مرحله شروع شوق ایجادی که میخواست به اثرهای ادیبان غرب رو بیارد و مهارت و استعداد هنریش را شکل و مضمون تازه ضم نماید، در اثنای عملی کردن همین نقشه های ایجادی ناگهان شوکت خلیلزاده یک مدت سر به بستر بیماری می نهد، در حالی که نیت داشت، عزم قوی داشت که سپکتاکل ترتیف مالیه را روی صحنه بیارد، اما چاره نداشت. درد جانکاه هر لحظه عذاب و اذیتش میداد. پس از رنجوری با نیرو و جسارت، با پزمانی هایی که با یاری قرینش با صحنه و تماشابینان داشت، او را دوباره کنار صحنه تئاتر موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی شهر خوجند آورد. این بار با دیدی نو، با قالب شکنی، با اصولهای غیر معمولی تئاتری رو آورد به تهیه نمایش پسیخولوژی مناجات که اسپکتاکل مذکور در شهرت و کامیابی ها را باز هم برایش وا کرد. یادآور شدن در ادامه هم صحبت ما علمی زیا علیم. از شادروان فرخ قاسموف خواهش میکند که این اثر خوب است، شما هم اندیشه دارید این اثر را ماندنی، من امکانیت میدیم که شما این چیزا در تئاتر ما گذارید، زیرا که سلامتی امکان نمیدید که من این کار را به انجام رسانم و ما میخواهیم با این سپکتاکل در پرستو اشتراک کنیم. ترتیف در تهیه فرخ قاسموف پیشنهاد میگردد در پرستو و آن هم با موفقیت نوئل میگردد. همین طور سال 1990 در دایره اختلاف‌های داخلی تئاتر به نام پوشکین شهر لنین‌آباد، امروز تئاتر به نام خواجه کمال شهر خوجند، وزارت فرهنگ و اتفاق خادمان تئاتر شوکت را برای تهیه یک سپکتاکل خوب به شهر خوجند رهسپار میکنند و قریب زیاده از یک سال اونجا فعالیت میکند. در جابجا گذاشتن نمایش‌های رپرتواری تئاتر سهم می‌گذارد، همچنین اجرا کننده وظیفه سرکارگردان و نمایش دیگر باز رو می‌آورد به اثر الکسی دودرف پرتوگاه و آن را مناجات نامگذاری می‌کنند و این اثر را تهیه می‌کند و با این اثر اشتراک می‌کند در پرستوی سال 1990 که در شهر خوجند برگزار می‌گردد. نمایش مناجات شوکت صاحب 5-6 جایزه فستیوال می شود، همچون یکی از نمایش های خیلی جالب و از نگاه تهیه‌گری بسیار بازیافت های عجیبی تهیه‌گری دارد، بازیافت های خوب رژیسوری دارد. این یک بازیافت، یک موفقیت خیلی کلان شوکت می شود در سمت تهیه نمایش های تئاتری از نگاه نو و در این نمایش شوکت از اسلوب‌های موجوده تهیه‌گری دست می‌کشد. من در همه 4 نمایش‌هایی که در تئاتر قرغون تپه گذاشته بود و نمایش پنجم این در تئاتر خواجه کمال، همه اینها از یکدیگر خیلی فرق می‌کنند. یعنی طرز پیشنهاد اثرها عموماً از قالبی که موجود بود از اون قالب‌ها برآورده شدگی، یعنی قالب شکنی میکند و نمایش مناجات از بیرون از صحنه تئاتر از فضای کوچه آغاز می‌یابد و سپس با فضای تئاتر وارد میشد. حتی بعضی حالتها در مبرزخانه‌های تئاتر استفاده میبرد و آهسته آهسته نمایش به تالار تماشا و از تالار تماشا به صحنه وارد میشود و همین خیلی یک پیشنهاده که یگان کس چشمدار نبود و این یک بازیافت خیلی عجیب و بازیافت خیلی نجیب در صنعت تئاتری تاجیکستان میگردد. سال 90 این 5مین سپکتاکلی که
شوکت در تنهایی یعنی همچون کارگردان از خود نشان داد، از خود بیان نمود که او چگونه است و همین روی شوکت رو برای عالم صنعت تئاتری، برای عالم صنعت تهیه‌گری می‌کشاید. یعنی شوکت الکی دارای سبک و اسلوب خاصی تهیه‌گری می‌گردد. سپس روزگار شوکت به آن می‌برد که باز می‌گردد و سالهای چند سال الکی سالهای 88-89 در برابر کار در تئاتر قرآن تپه شوکت فعالیت داشته است. در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده در کافدره مهارت اکتیاری. دیوانی سبز یادها، دیوانی سبز یادها. پس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبزی یادها، دیوانی سبزی یادها.
دیوانی سبز یادها. دیوانی سبز یادها. پس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبز یادها. دیوانی سبز یادها. چون کتابی عمر و ایجاد او را ورق زدیم، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شوکت خلیلزاده در بین همکسبان چون کارگردان تازه‌جو و نوآور شناخته شده است. او بارها غالب جشنواره آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو، همچنین جایزه‌دار فستیوال‌های بین‌المللی در سنت پترزبورگ، ایوانو فرانکوفسک، تبلیسی، کیپر می باشد. عضو اتفاق خادمان تئاتری تاجیکستان هم بوده است. میشنویم یادنامه هنرپیشه شایسته تاجیکستان طالب بابایف را. شفقت خلیلزاده در تئاتر دولتی جوانان دویم باره با حیث سرکارگردان تئاتر سال 2014 آمد و معلوم بود که این هنرمند خیلی تشنه صحنه شده است، چون که چند سال از صحنه کسبی کمی دور شده بود و در دانشگاه تجارت تاجیکستان به حیث راهبر بدیعی گروه‌های هنری اونجا یک تئاتر دانشجویان را تأسیس داده بود با نام تاجر عجم و ما از دانشگاه تجارت او را باز به تئاتر جلب کردیم. آمدن برابر یک چند نمایش تازه رو روی صحنه آورد، از قبیل سر و سودای، از قبیل گردباد نور تبرف، باز یک چند نمایشی رو که براستی در صحیفه های تئاتر کسبی تاجیک یک رنگینی رو، یک نوآوری رو راستیگه به وجود آورد، چون که در دو نمایش تهیه کردهش در آزمون‌های تئاترهای کسبی پرستو هم 2015 هم 2017 شرکت ورزید که خیلی بهای بلندی منقدان و تئاترشناسان را صاحب گردید. یکی از کارگردان‌های حرفه‌ای تاجیک بخصوص در زمان صاحب استقلالی کشور به حساب می‌رود شفقت خلیلزاده. گرچنده معلومات اولین ایشان اختصاص اکتیوری بود در دانشکده صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسوزاده، ولی بعد یک چند سال در تئاتر لاهوتی کار کردن، فعالیت نمودن، ایشان به دانشکده عالی تئاتر، تلویزیون، سینما و موسیقی شهر لنینگراد، اون وقت لنینگراد و سنت پترزبورگ داخل شد و با موفقیت گفتن ممکن که ختم کرد و شفقت خلیلزاده واقعا هم اثبات نمود که خیلی هم مرد با هنر است، چون که هم در تئاتر شهر باختر اون وقت قرغن‌تپه، هم در تئاتر خواجه کمال شهر خوجند، هم در تئاتر جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحد و در صحنه تئاتر اپرا بالت نمایش‌های رو روی صحنه آورد که تا حالا هم تماشابینان عادی یعنی علاقمندان تئاتر مخلصان و هم حرفه‌ای‌ها از قبیل منقدان و صنعت‌شناسان تا امروز میگویند که واقعا هم شفقت خلیلزاده عمری خیلی کم دید، خیلی بروقت از میان ما رفت، ولی کارهای رو به شما رسانید که واقعا هم دیدنی و شنیدنی بودن. جاش جنت باشد. بهترین هنرمند تاجیک را یاد کرده ایستادیم.
صحیفه فعالیت ایجادی کارگردان ورزیده شوکت خلیلزاده در رابطه با تئاتر تاجیکی در شهر سمرقند تا هنوز کمی ناروشن مانده. او را شوق آموزگاری پس می‌آورد از شهر خوجند به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان. یک مدت به تربیت کادرهای ساحه کمر همت می‌بندد. در این دوره با ابتکارات وزارت مدنیت تاجیکستان و ازبکستان می‌خواهند در شهر سمرقند تئاتر تاجیکی را گشایند و این مسئولیت و عهده‌داری‌ها را به ذمه هنرپیشه شایسته تاجیکستان تامارا عبدالشکورова، دراماتورگ سلطان سفرов، عمرجان علیف و راهبر بدیعی این کورس به ذمه شوکت خلیلزاده می‌افتد. وابسته به این کار جوانان سمرقندی به تحصیل هنرنمایی جلب می‌شوند و در این راستا چندین صحنه‌ها و نمایش‌ها روی کار می‌آیند. در این میان حادثه‌های ننگین سال‌های 90 در شهر دوشنبه آغاز می‌یابد و دانشجویان سمرقندی را به زادگاهشان می‌برند. زیاده از یک سال شوکت خلیلزاده در سمرقند کار و ایجاد می‌کند و کامیاب‌ترین اثر صحنوی کردهشان پارچه‌ها از مسحکه زنگیری نیکولای واسیلیویچ گوگل خانمای سیگارلی بود. نگفته ها را از این باب باز هم میشنویم در ادامه قصه همصحبت ما اولیمی زیا اولیم، مدیر قسم ادبی تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی. شوکت از خوجند برمیگردد به اینستیتوت و در دانشکده فعالیت خود را دوام میدهد. ولی بعد این کورس به دوش شوکت میافتد و اینها فعالیت سر میکنند. چندین نفر دانشجویان در دوشنبه علاقه با تحصیل فرا میگیرن. کار شروع میشه. چند اثر مایده پارچه های چند اثرها روی صحنه می آید وابسته به فعالیت تعلیمی دانشکده. وقتی که واقعه های ننگین شهر دوشنبه آغاز می یابد، راهبر دانشکده مجبور می شود که بچه های سمرقندی رو پروسس تعلیمشون رو در سمرقند ادامه دهند و از دوشنبه به سمرقند کوچانده می شود و در اونجا اینها را راهبری کارخانه خرد گنجینه شاعر حیات نعمت دستگیری می کند. بعضی زیایان شهر سمرقند از جمله صدر سعدیوف و چند نفرهای دیگر این اقدام دستگیری می کنند و فعالیت اینها در شهر سمرقند ادامه می یابد. زیاده از یک سال شوکت در سمرقند زندگی می کند و با این گروه چند اثرهای روی صحنه می بیارد. در برابر کار در تئاترها خلیلزاده شوکت محمد به صفت راهبر بدیعی و سرکارگردان در تهیه و منظور نمودن برنامه‌های کلان تئاتر کننده شده جشن‌های 2700 سالگی شهر باستانی کولاب، 70 سالگی تأسیس یابی ناحیه دنغره، 10 سالگرد عید وحدت ملی در ناحیه رشت، 80 سالگی شهر دوشنبه، فستیوال سیمپوزیوم‌های بین‌المللی شش مقام و فلک، جشنواره بین‌الخلقی صدای دلها، نخستین فستیوال نعت‌خوانی، چهارمین فستیوال صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و صدها کنسرت‌های سطح عالی و دولتی سهم نظررس گذاشته است. همچنین خلیلزاده شوکت سازمان دهنده تیم مظهر تاجر عجم و با همین نام تئاتر استودیو در دانشگاه تجارت تاجیکستان و بنیادگذار تیم مظهر ورزشگر در دانشگاه دولتی تربیت جسمانی به نام سید مومن رحیموف می باشد. همچنین خلیلزاده شوکت فعالیت آموزگاریش را مدتی در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده و بعداً آن را در کالج صنعت به نام احمد باباقلوف راه اندازی کرده بود. اینجا دفتر یادنامه‌های خویش را ورق‌گردان کردند هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبدالمومن شریفی. از شوکت خلیل خدا رحمتش کند خیلی خاطرهای گوارا دارم. عجیب است وقتی خوب است یک کس یاد میکنی یک فرحی در دلت پیدا میشود، یک خرسندی خوشنودی وجودت میگیرد. من اینا جدی میگم، نه به اون خاطری که تملق یا که به ما عادت شده که فقط تعریف کنیم یک دیگره، اما من جدا میگم وقتی در قرغان تپه، سابق قرغان تپه که حال باختر است، تئاتر موسیقی مسحکوی شهر قرغان تپه ارزی وجود داشت و ما را بعد دانشکده اونجا فرستادند. در قطار ظفر جوادوف و دیگر کارگردان ها به من مشرف گشت با شوکت خلیل هم همکاری کنم. وقتی شوکت خلیل
به تئاتر آمدن، راستی اکثری بچه ها در یک حالتی افتیدن که گفتنش مشکل است، چرا که شوکت خلیل همچون انسان یک عادت خیلی عجیب داشت، خیلی سر انرژی، سر حرکت، سر گپ و در نظر ما اول میطور که جدی نیست. وقتی که مناسبت میدیم میگفتم یا خدا این مرد با این رفتار، با این گفتار، با این کار چی میکرده باشد، چی میشده باشد آینده تئاتر ما، چون کادر جوان بودن ایشان با معلومات مسکو. اولین کاری که ایشان با ما سر کردن این توی بداماد از روی اثر جمعه قدوس بود. وقتی شروع کردیم 15-20 روز آخری کار هیچی نمیدونستیم که کار چی میشود، چه شکل انجام مییابد. همه در حیرت بودیم، بعضی حتی عصبی بودن که چی میشده باشد. در نظر ما همه خیلی مینمود که شوکت خلیل خیلی سهلن کاری میکند و اصلا یک کاری میکند که برای ما این کار معمولی نبود. و بعد دیدیم که 15-20 روز آخر ناخست شوکت خلیل گرفت و نمایشنامه رو چنان زیبا، چنان با هنرانه جا بجا کرد، قسم به قسم تقسیم کرد و جا بجا کرد، اینقدر زیبا جا بجا کرد که نخواست دیدیم که نمایش اول و وسط و آخرش پیدا شد، همه چی روشن شد و همین چیز برای ما خیلی عجایب بود. این چیزی که واقعا همین کار شده بود و نمایش دوم، سوم، چهارم الکی ما عادت کرده بودیم و میدونستیم که این سبک شوکت خلیل است، همین طور کار میکند. توی بداماد یک اثری ملی بود با سنت‌های، عادت‌های خاص ملی بود و برای بیننده های اون وقتی شهر قرغان تپه که نوکنون به تئاتر می آمدن خیلی مهم بود و چون آنها زندگی خودشان میدیدن در صحنه. با این نمایش یک سفری هنری به جشنواره تئاتری به جمهوری گرجستان به شهر تبلیس هم داشتیم. از همین نظری سنت‌های ملی از طرف متخصصان بهای خاصه گرفتیم. نمایش از روی اثر ایوان پیلوف آستانه را گذاشت در صحنه و شاید همون نموی هنری کارگردانی شوکت خلیل در همین آستانه بیشتر هویدا گشت و او خود را همچون کارگردانی جوانی حرفه‌ای، کارگردانی جدی، کارگردانی که سخنی خود دارد با همین آستانه به مردم پیشنهاد کرد. آستانه در جشنواره پرستو آخر سالهای 80 که شروع شد اشتراک کرد و بهترین نقش مردانه سعدالله نعیموف اجرا کننده نقش اساسی جایزه گرفت و همین گونه همه اهل هنری، هم جمهوری و هم سابق شوروی، شوکت خلیل، اونایی که متخصصایی که آمده بودند و این جشنواره او را جدا شناختند. او حرف خود اینجا گفته توانست. یادم است فریاد عشق در جشنواره سال 90 در خوجند، من الکی به تئاتر اهارون آمده بودم آخر سال 89 و در مشق‌های تمرین‌های اول این نمایش من بودم اونجا، حتی نقش داشتم و بعدن که من به اهارون آمدم و نمایش در کل در جشنواره پرستو سال 90 در خوجند دیدم. راستی من 3 فریاد عشق تئاتر تاجیک دیدم. من جدا میگم که از همه بیشتر به من فریاد عشق شوکت خلیل پسند است، هم از نظری کارگردانی، هم از دکار و اون شکلی که سبکی که شوکت خلیل پیشنهاد کرده بود برای بیننده. برای من از همه بیشتر فریاد عشق شوکت خلیل جالب و معقول شده بود. بعد خب قسمت به همین آورد که ما شوکت خلیل سال 2014 سرکارگردان تئاتر جوانان تعیین کردن که من اونجا همچون هنرپیشه کار میکردم و کاری از همه خوبی که گفتنی است این نمایش گردباد بود که از حیات شاعر، متفکر، عالم، سردفتر ادبیات و اصطلاح سویتی، شوروی، تاجیک، استاد قهرمان ملت صدرالدین عینی تهیه شده است. این اثر اول با نام آینه دوران با قلم استاد نور تبر پیشنهاد شد و بعد ما این نمایش را البته با اجازه استاد گرفتیم، از نو نوشتیم که من 85% این اثر از نو نوشته شد و باید بگم که این مسئولیت در گردن من بود و من نوشتم و این نمایش نامه رو ما پیشنهاد کردیم. نمایش نامه در جشنواره پرستو 2015 صاحب جای دوم، صاحب بهترین کارگردان و اگر خطا نکنم بهترین رسام جایزه گرفت. من یادم هست یک متخصص از روسیه گفته بود که یگانه اثری که از همه جهت و قاعده و سنت‌های تئاتری جا به جا بود نسبتاً این نمایش شما بود گفت و بیشتر نمایش شما به من پسند آمده بود و همین گونه این خاطره ها از شوکت خلیل است. روحشان شاد باد. همین از کاری ما آمدن و رفتن. روحت شاد باد شوکت خلیل.
دنیای عجیب. امروز دختر میخواد که باز خطاگی مادر و پدر رو تکرار کنه. اگر تو میدونستی که این فکر چون زهر قاتل تمام وجودم رو آبادان کرد. نخواه تقدیر من باز با سر دخترم باشه. چیکار کنم که او خوشبخت شد؟ کی آرزوی خوشبخت شدن رو نکرده است؟ کی؟ وقتی که مفت همچون پرچه در به وطن تو دخترم میخواهم با فکرم چندان ارزشی ندارم. اگر وقت یک اون بیگمان زرده نصیبت شود، حالا این گپ دیگر شاید دیگر چی گفتم در دور بود و من باشم. نه تو همین رو گفتم میخواستی. تعبیر داری من گفتی. اکنون بیرون. شنوندگانی عزیز، شما پاره از نمایش جوانی جوانی مهمان بختی رو شنیدید که چند سال مقدم در صحنه تئاتر دولتی جوانان به نام محمود واحدوف تولید گردیده بود که این هم در ردیف اسپکتاکل های گردباد، فریاد عشق و دیگر نمایش های صحنوی کرده شون یکی از نمایش های خوب شوکت خلیلزاده به شمار می رود. هرچند پیس یا خود اثرهای صحنوی در پایداری تئاتر نقش مهم را بازد هم، ولی تئاتر را تئاتر می سازد باز هم کارگردانی با تجربه و خوش سلیقه. وظیفه هر یک کارگردان است که با دانش و استعداد بلند خویش در تئاتر مکتب ایجادی خود را بنیاد نموده در تربیت نسل نو ایجادکاران نوجو در پایه افکار و اندیشه و تحلیل عمیق نمایشنامه‌ها زمینه قوی گذارد. از این نگاه شوکت خلیلزاده به حیث سرکارگردان و کارگردان در تئاترهای گوناگون با کلکتیو ایجادی تئاترها پیوستنش چون کارگردان تجربه‌دار در راه مرکب و دشوار ولی پر افتخار هنر فضای ایجادی تئاترها را یک زمان رنگین ساختند. با تهیه نمایشنامه‌های گوناگون ژانر و گوناگون موضوع ثابت کردند که کارگردان قادر است که بالخصوص اثر صحنوی را با فهم و ذوق خود موافق به درد و داغ روز جان تازه بخشد. عزیزان، ما به این خاطر باید در همه حالت آماده و هوشیار باشیم. استاد، ما باوری داریم که شما همه این نقطه ها را در انجمن بررسی خواهید کرد. بله. البته عزیزان، وگرنه این سفری من معنی نمیگیرد. این رسالت انسانی و وطنداری هر یکی ماست. عینی غزل جامی را زمزمه می کند. شاگردان دوری او جمع شده هم آواز می شوند. آسوده دلا، حال دلزار چی دانی؟ خونخاری عشاق جگرخوار چی دانی؟ آسوده دلا، حال دلزار چی دانی؟ خونخاری او شاخی جگر خار چی دانی؟ هرگز نخلیده به کفی پای تو خاره، آزردگی سینه افکار چی دانی؟ شب تا به سحر خفته به خلوت گهی نازه، به خوابی این دیده بدار چی دانی؟ آی افاخت پرواز کنان بر سر سر
کردی دل مرغانی گرفتار چه دانی جامی تو به هوشی و جامی میو مستی راه و روشی مردمی هوشیار چه دانی راه و روشی مردمی هوشیار چه دانی روبرو با کوه میگویم نه از کوهی بلند سربلند از همتی آزاد مردان بودم از بلندی های اصلی و مجازی بشر آرزوی من نبوده جز بلندی هنر کوه بی ما هم بلند است ای برادر لاف بس فخر کن گر می توانی با بلندی هنر این زمین را من نگهبانی کنم از قصد بد این زمین را این وطن را دوست دارم با همه موجودهاش با صدای جنبش گهواره و تابوتهاش این زمین را دوست دارم تا برویش زندم بس که هستم چند روز از زمره مسعودهاش تعدادی اثرهای تهیه نموده شوکت خلیلزاده صدهای اندو برنامه‌های تئاترهای تاجیکستان و کشورهای همسایه را با گوناگون رنگی و جاذبه خاصه حسن بخشیدند. در آزمون و جشنواره‌های جمهوریوی و بین المللی به دریافت مقام و جایزه‌های اول نایل و از جانب محققان وطنی و خارجی بهای بلند را سزاوار گردیدند. شعارشان در زندگی گفته‌های پدر بود و مرامشان مهنت صافدلانه. همین بود که به مراد و مقصدی در دل داشته خود تا جایی رسیدند. با همان حرارت آتش افروز عشق در جاده در سمای ناپیدا کنار هنر تا قوت داشتند صادقانه با نیروی توانا فعالیت نموده در پیشروی و پایداری صنعت تئاتری نقش و نام خویش را با نمایشنامه‌های تهیه نمودهشان باقی گذاشتند. سرنوشت نزد قضا و قدر دست کوتاه است. مرگ نابهنگام دیگر امکانش نداد. از آرزوهایشان تنها دو کاری نقشه گرفتهشان را عملی کردن نتوانستند. این هم باشد صحنوی گردانیدن اپراهای عینی و رودکی آهنگساز شراف‌الدین سیف‌الدینov بود که این آرزوهای سفید به خاک رفتند. شنوندگان عزیز، یادرس می‌شویم که شما برنامه دیوان سبزیجات‌ها را از رادیوی فرهنگ شنیدید که این نوبت ما تا جای توان و امکان یاد آوردیم از یک تن چهره تابناک سمای صنعت و هنر تئاتری هنرپیشه خلقی تاجیکستان کارگردان نامدار تاجیک شوکت خلیلزاده. در تهیه و پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و محرر و گوینده لطفیه قربانова. فرصت با هم بودن چقدر محدود است. بکوشید نامحدود یکدیگر را دوست دارید.
یادهای من پرند از بادهای ناوزان، چشمهای من پرند از آبهای ناروان، گوشهای من پرند از نغمه‌های بی صدا، گوشهای من پرند از نغمه‌های بی صدا، دستهای من پرند از دست رنجی ناعیان، دستهای من پرند از دست رنجی ناعیان. از برون خاموشم اما از درون پر گفتگو، چون که عمر حرفهای خویش را بردم فرو، چون که عمر حرفهای خویش را بردم فرو، از برون من از خط اینجا نمی آیم برون، از درونم قبله است اینجا مرا هر چار سو، از درونم قبله است اینجا مرا هر چار سو. از برون خوابم ولیکن از درون بیدار خواب، گوشی من سوی درون باز است چون گوشی حباب، گوشی من سوی درون باز است چون گوشی حباب، پای من سوی درون یازیده همچون ریشه‌ای، هر قدر سوی درون ره می روم راه اسباب، هر قدر سوی درون ره می روم راه اسباب، هر قدر سوی درون ره می روم راه